با مقصد تیار نمودن متخصصان ورزیده ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق مملکت طبق شهرنامه‌های همکاری در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه شماره زیادی دانشجویان تاجیک با تحصیل فرا گرفته شدند. در دانشگاه دولتی تکنیکی شهر بریانسک از جمهوری تاجیکستان زیاده از 100 نفر دانشجویان تحصیل دارند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب با زیاده از 30 مؤسسه عالی تعلیمی فدراسیون روسیه شهرنامه‌های همکاری داشته همزمان در آنها بیشتر از 1000 نفر دانشجویان تاجیک با تحصیل فرا گرفته شدند. تا امروز 10 نفر دانشجویان تاجیک بعد از ختم دانشگاه و دانشکده‌های شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه با حیث متخصصان ورزیده در کارخانه‌های صنعت سبک و دیگر ساحه‌های خوجگی خلق مملکت فعالیت بثمر دارند. در دانشگاه دولتی تکنیکی شهر بریانسک فدراسیون روسیه که با دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی شهر کلوب شهرنامه همکاری دارد، دانشجویان تاجیک از روی اختصاص‌های گوناگون به تحصیل فرا گرفته شدند. با شرافت و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که به ما جوانان چنین شرایط‌ها مهیا کردند شکرگزاری نمایم و ما جوانان نیز بی‌واسطه وعده می‌دهیم که پس از ختم چنین دانشگاهی با نفوذ به وطن بهشت‌آسای خود تاجیکستان عزیز برگشته با گلگل شکوفایی و پیشرفت وطنمان حصه گذاری می نماییم. نمایندگان دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب منتظم با دانشجویان تاجیکی که در مؤسسه‌های عالی تعلیمی فدراسیون روسیه تحصیل می نمایند ملاقات نموده آنها را برای استفاده بثمر شرایط امکانات‌های فراخ دانش اندوزی راهنمایی می نمایند. در مؤسسه‌های عالی تعلیمی شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه دانشجویان تاجیک بیشتر از روی اختصاص‌های تحصیل می نمایند که طلبات به چنین متخصصان در مملکت بعد از بنیاد 10 کارخانه‌های نوی صنعتی و انشاءات هیدروانرژیکی خیلی زیاد است. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از شهر بریانسک فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار.